سلام بچه ها، گل های شاد و خندان. دائم خواهم از خدا مأنوس باشید با قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدا. السلام علیکم همدیارانی نازنین، حالتان چطور است؟ سلامتی خودتان، اهل و عائلتان همه خوبند؟ خدا را هزاران بار شکری به منت. همانطور که میدانید ما اکنون در ماهی شریفی رمضان هستیم. ماهی رمضان آداب دارد. در این ماه خیلی از برنامه‌ها و کارهای روزمره ما آدم‌ها تغییر می‌کند. مثل وقتایی که خوراک می‌خوریم یا وقتایی که به استراحت می‌پردازیم. چه خوب است که ما بچه‌ها هم به این تغییرات توجه کنیم و آداب آن را رعایت کنیم. دوستانی عزیزم، از جمله آداب رمضان تلاوت قرآن کریم، پرداختن به راز و نیاز با خدای مهربان، دوری از روزه‌خواری، احترام روزه‌داران و حتی رعایت سکوت و آرامش وقتی که پدر یا مادر یا دیگر کلانترها مشغول استراحت هستند. اینها از جمله آداب ماه شریفی رمضان هستند و توجه کردن و عمل کردن به آنها بسیار ثواب دارد. دوستی عزیزم، بله، خود شما که اکنون صدای مرا میشنوید، باوری دارم که به خوبی آداب ماه رمضان را میدانید و عمل میکنید. اما اگر دوست داشتید با ما همراه شوید تا خاطره جالبی دوست عزیزمان شیرین جان را بشنویم. تا پایان همراه ما باشید. سلام بچه ها، من شیرین هستم، 10 ساله از شهر دوشنبه و خیلی خوشحالم که در برنامه مهمانی خدا جان صدای مرا میشنوید. من هم اکنون مانند اهل خانوادم روزه میگیرم، اما 2 سال پیش که خردترک بودم رمضان در یکی از ماه‌های گرم تابستان آمده بود. در یکی از روزهای رمضان که هوا هم به شدت گرم شده بود، من و بیبیم روی کراوات نشسته بودیم و بیبیم مشغول بافتن موهای من بودند و مادرم که خوراک افطار را تیار کرده بودند در کنار ما نشسته مشغول تلاوت قرآن بوده. در همان وقت پدرم از بازار آمدند و مقداری میوه خریده بودند. مادرم با احترام قرآن را پوشیده از پدرم پیشواز گرفتند. پدرم هم با خوشرویی پاسخ مادرم را داده دست و رویشان را آب زدند. بعد کنار بیبی هم نشسته با ایشان حال و احوال کردند. در میان خریدهای پدرم یک تربوز کلان هم بود. به نظر می رسید که بسیار شیرین و آبدار باشد. من دویده به آشخانه رفتم و زود یک کارتچه و یک لعلی آوردم و به مادرم گفتم که تربوز می خواهم. مادرم به من لبخندی زدن و آهسته گفتن همراه من بیا به آشخانه. در آشخانه مادرم گفتن شیرین جانم، یکی از آداب ماه رمضان این است که برای احترام افراد روزه‌دار پیش آنها در هنگام روزه‌داری چیزی نخوریم. حاضر این تربوز را 2 نیم کرده در یخدان میگذارم تا وقتی افطار خنکک می شود. من از مادرم پرسیدم تا افطار چند وقت مانده است؟ مادرم گفتن تقریبا 1 ساعت. بعد من خندیده گفتم پس مادر جان به من 1 تلیم دهید تا مثل آن وقت ها که شما نمک غذا را می چشید من شکر این تربوز را چشم. مادرم بسیار خندیدن و 1 لعلی تربوز به من دادند و من همانجا نشسته تربوز خوردم.
چه تربوز شیرین و آبداری بود. خلاصه که من از آن پس یاد گرفتم برای حرمت رمضان پیش دیگر روزداران چیزی نخورم. خداحافظ بچه ها. چه خاطره جالبه. شیرین جان، الها که همیشه شیرین کام باشه. بچه ها، شما هم خاطره دوست عزیزمان شیرین جان را شنیدید؟ میدانم که همه شما دوست رو یکان هم مانند این دوستی عزیزمان آداب ماه رمضان را رعایت میکنید. گلهای شادابی باغ زندگی. تا یک روز و یک برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.